سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. امروز میخوام آموزش یه مدل شالگردن مردانه که از تکرار فقط دو رد شروع میشه براتون بذارم. جنس کاموایی که من اینجا استفاده کردم جنس کاموام چانکی مانکیه. این برند کاموامه که متراژش 200 متره، 90 گرمه و ترک. شما میتونید از کامبوهای دیگه هم استفاده کنید، مثل کامبوی ناکو الیت بیبی هم میتونید استفاده کنید که در اینجا برای شروع کار من 48 دونه سر انداختم برای این مدل شال گردن که شروع بافتمون به صورت زیر هست، یعنی هم رفت هم برگشت کار به صورت زیر هستش. بعد در حین بافت شما میگم این دونه های برجسته که به چه صورت ایجاد میشه. برای شروع بافت ما 6 دونه رو به زیر میبافیم. 1 2 3 4 5 6. بدون هفتمی که رسیدیم ما این نخ میمونه پشت کار، میره سمت راست و از پشت میاریم این دونه هفتم در میاریم، از میره سمت چپ وارد میره سمت راست میکنیم و نبافتی میذاریم میمونه. دوباره 6 دونه میبافیم به زیر. 2 3 4 5 6 دوباره بافتیم به دونه هفتمی رسیدیم. دونه هفتم دوباره نخ میمونه پشت کار، این دونه رو با میل سمت راست در میاریم و وارد میل سمت راست میکنیم از پشت کار و نمیبافیم تا آخر رج و همین صورت میبافیم. 6 دونه به زیر، دونه هفتم که رسیدیم نبافته به میل سمت راست میگیریم و دوباره 6 دونه بعدی رو به زیر میبافیم. به 6 دونه آخر رسیدیم، تو هر رج فعلا رفتیم. این 6 هم به زیر میبافیم. برمیگردیم رج پشت کارمون رو شروع میکنیم. دوباره 6 دونه بعدی رو برای شروع کارمون تو رج برگشت به زیر. 6 تا به زیر. 5 1 2 3 4 5 دونه ششمی. به دونه هفتمی که رسیدیم نخو میاریم روی کار. دونه هفتمی همون دونه‌ای که تو رج رفتمون نبافته به میل سمت راست گرفتیم. حالا این یه دونه هفتمی رو به رو میبافیم. دوباره 6 تا به زیر. 6 دونه هفتم که رسیدیم به رو میبافیم. دوباره 6 تا زیر. 2 هفتمی به رو تا آخر رج به همین صورت میبافیم. 6 تا به زیر، 2 هفتمی به رو بافته میشه. وقتی که اون 6 دونه بعدی رو که به زیر بافتیم یه دونه رو به رو بافتیم، این دونه برجسته ها که میبینی به این صورت به وجود میاد. تمام این دونه برجسته ها اینا همون دونه های هفتمی هستن که ما به رو بافتیم. اینها دونه های هفتمی هستن که همه رو به رو بافتیم ما و به این صورت این دونه برجسته ها به وجود میاد.